که گرداننده هستم، مصروف هستم، به تیک تاک اصلا نیستم. موتر شما ترمیم شد؟ نه، موترم ترمیم نشد. روز پنجشنبه از اودی چیز دارم، از اودی روز پنجشنبه ترمین دارم. بیاین که اول درباره همه گپ بزنیم. باشه که چند نفر اول مبلاک کنم، کسایی که میان گپ مفت میزنن، چون واقعا دوست ندارم فضا میکروبی باشه. میکروبا رو بندازم دور. اول فضای لایف ما نباید ویروسی باشه، نباید میکروبی باشه. اول چند تا ویروس و میکروبا رو بندازم بیرون. هر کسی حرف بی ربط و مفت بزنه دیگه حوصله ندارم که کل کنم. خیلی راحت، مثل که شما خونه دارین، مگس میای خونه شما، پشه میای خونه شما، حشره میای خود شما، چورچورک یا مادر کیکا میای خونه شما، چیکار میکنین؟ راحت یا آدم پیر ورمی دارین. شما مگه گارانتی نداشت موتر شما؟ سر همین قضیه می این گپ میزنیم. خب دوستا، اولا که من اصلا آدمی نیستم، وقت ندارم که راستاشون بیام تا تیک تاک خودی همگی شما کل کنم. تمام کسایی که آدمای بیکاری که از اسم من در تیک تاک نان میخورن، متاسفانه، چون اگه اسم من رو ببرن ویدیو ندیده میشه، اگه نبرن نمیشه. من روا دارم از دل و جان که یک لقمه نون ببرن سر دسترخوان زن بچه خو بخاطر ولی یک موضوع خوب است که از این بعد گپ بزنیم. همین ما مردم افغانستان به چی دینی ما چی میگن مسلمان هستیم؟ ما به چی دینی ما روادار هستیم؟ آمدم من اولا تنها کسی هستم که با وجودی که با آلمان زندگی میکنم، کارمند دولت آلمانیم، همیشه آمدم از مشکلات زندگی در آلمان صحبت کردم. نه آمدم از آلمان لاف زدم، نه تعریف کردم، نه دروغ گفتم، نه هیچ وقت. اگر افغانا جرم میکردن آمدم گفتم نکنین جرم و جنایت، به سرنوشت هم بازی نکنین. ولی اگر هر مشکلی دارم آمدم گفتم thank you حفیظ الله نگوشم مثلا. ولی متاسفانه میفهمین چیه؟ افغانایی که داخل تیک تاک هستن، مخصوصا همون کسایی که سر نگفتی رتیا به ماسوا نمیشه، همونا بیشتر از همه گپ میزنن. به خدا هر کسی بیکارتر، نفهمتر، کم شعورتر، دانش بزرگتر و تاشون گپ هم بیشتر. واقعا مثلا ما آمدم به عنوان یک اعتراض، به عنوان از اینکه من ناراحتم، نه به عنوان که فقط چرا شیشه موتر مر بردن به ناراحتم، به عنوان از اینکه چرا کشوری که اسمش دنگ میکنه اینقدر بی امنیتیه، چرا این کشور فقط و فقط در قسمت گرفتن مالیات از بیخ کردن آدم میتونه بگیره، چرا امنیت آدم نمیگیره، چرا قدر زن هر روز کشته میشه، چرا قدر آدم هر روز کشته میشه، چرا قدر دوزی میشه. این پلیسا کجاین؟ این دولت کجاست؟ اصلا هدف از این نبود که من بیام شکایت کنم که چرا والله شیشه موتر مر دوزی کردن. هدف از توزیع وضعیت عمومی بود. تاگر افغانستان خوش آمدی جان. دوم ازیم من وقتی اومدم گفتم حالا بیام به همون لحظه که من قدر ناراحت بودم بیام هزارای رو پول بدم موتر خود تیار کنم، یک هفته صبر کنم. بعضیا بنوشته کردن اینا چرا لاف میزنن، گپ هزارای یورو چیه، به 100 یورو میشه، به 200 یورو میشه. چه اولا از چیزی که خبر ندارین لطفا دن خوب بندیم. موتر خوب من خریدم، اصلا مهم نیست به چندی خریدم. دوما شما که میان بیمه پول ازیر میده، مگه شما همگی شما فول کاسکو به موترای که نو میخرین، موتر نو است، شما نو میخرین، گرون میخرین، میفهمین بیمه فول کاسکو چقدر گرونه؟ اگر چه من بیمه فول کاسکو دارم، یعنی به ایت موارد بیمه دارم، بیمه میده، ولی شما اطلاعات عمومی دار. اولا که همگی شما کنشه کدید ایر تو نمیدی بیمه میده، مگه شما همگی شما بیمه فول کاسکو دارم؟ من بیمه فول کاسکو دارم که این پولش میده، اگر نداشته باشم نه، بیمه پول دزدی شدن آینه موتر شما رو نمیده. 90% مردم بیمه مسئولیت دارن. بیمه مسئولیت وقتی که شما وقتی به موتر کسی دیگه تصادف میکنین، موتر کسی دیگه رو خراب میکنین، بیمه شما پول اون موتر رو میده. وقتی بیمه پول خرابی موتر خودتون هم میده که شما فول کاسکو بیمه داشته باشین، یعنی بیمه خیلی گرون قیمتی پرداخت کنین. و مخصوصا وقتی که موتر شما نو باشه و گرون باشه، شما اگه بخواید موتر خود فول کاسکو بیمه کنین، خیلی قیمت بیمه بالاست. اگرچه خب پول به هر حال خب مجبورم زیاد اونتروکسم فول کاسکو دارم. سوما اگر شما فول کاسکو هم بیمه داشته باشین، یک پولی به نام زلپس به تایلیگونگ دارین. حتی اگر بیمه هم پول خرابی های موتر خود شما رو هم دوزی و آتش سوزی و این چیزایش میده، یک پول اولی به نام زلپس به تایلیگونگ باید خودتان بدین.
زلپس به تایلیگونگ بیمه شما بستگی به داره که شما روزی که بیمه خود قرارداد میکنین هر چی که زلپس به تایلیگونگ شما کمتر باشه 200 یورو 300 یورو 400 یورو پول بیمه رو پس شما گرانتر میگیره. هر چی پول زلپس به تایلیگونگ شما بیشتر باشه 1000 2000 رو پول بیمه شما ارزانتر میشه. به طور مثال مثل 150 یورو زلپس به تایلیگونگ دارم، یعنی هر اتفاقی به موترم بفته حداقل بعد 350 یوروش خود میبودم، بقیه‌شو بیمه میده. دوما تمام کسایی که نوشته کرده بودیم ای که دیگه 100 یورو تیار میکنن 200 یورو تیار میکنن، شما اگه آینه 100 یورو 200 یورو قیمتی می بود دوز نمی آمد و دوزی نمیکرد، جون خوب خطر نمینداخت، پرونده دوزی به خود جور نمیکرد که بیای 100 یورو آینه دوزی کنه. دزدا معمولا از موترای نو و او وسایل رو باز میکنن که میفهمن میتونن اونا رو بفروشن به قیمت بالا. موترم نه تنها بیمه داره بلکه گارانتی هم داره، گارانتی اودی رو داره. وقتی که موتر شما گارانتی داره شما خود شما اجازه ندارین به موتر خود دست بزنین ببرین پیش یک مستری خونه ساده که موتر شما رو جور کنه. فردا روز اگر اتفاقی بفته که موتر شما شرکت موتر شما بونه میکنه، میگه تو چرا دست استک کرده بودی، خراب کرده بودی، مشکل خودت بوده. شما وقتی که موتر شما کاملا به غیر از بیمه گارانتی هم داره، شما باید هر موضوعیشه هر جایشه که خراب میشه، مخصوصا در قسمت آینه ها خود شما فهم اونا سنسورهای خاصی داره، اونا سنسور داره که آینه ها تنظیم میشن، اتومات به این بالا میشه. شما اگه اونا رو بدین دست یک آدم غیر مسلکی به شما همه چیزی رو به هم میزنن به خاطر 100 200 یورو. این توضیحات اصلا لازم نیست اینجا. برای یک بار این توضیحات میدم که لطفاً با می کاری که نمیفهمین چرا گپ میزنین، لطفاً به موضوعی که از این سطح سویه و زندگی و کار شما بالاست چرا گپ میزنین؟ واقعا چرا به هر کاری که نمیفهمین مداخله میکنین؟ به خاطر همین من اگه آمدم گفتم موتر مردوزی کردن عالمه بگن یک هفته منتظر ترمین اودی باش